امریکایی‌ها فهمشون اینه که اگه با ایران ارتباط بگیرن میتونن ایران رو استحاله کنن و ایران از بین ببرن. اینا اعتقادشون بر اینه هر روزی بتونن سفارتشون تو ایران بزنن کارشون پیش رفته. خب اینا مثل دو تا تکواندوکار که هم دیگر بغل میکنن، میگن که ایران مثل رقیب تکواندوکار ما که وقتی به هم نزدیک بشیم هم باید هم دیگر باید بغلش کنیم که نتونه لغت بهم بزنه، نگهش دارم که لغت نزنه. اما اسرائیلیا کاملا برعکس. اسرائیلیا شدیداً دنبال اینن که یک، به هیچ وجه ایران ارتباط خاص بین المللی ویژه‌ای با دنیا نتونه بگیره. دو، چهره کریه از انقلاب مخابره. من قتل زنجیری کار اسرائیلی میدونم، نه امریکایی. دقیقاً همون موقع هم مادلین آلبرایت پیغام فرستاده میخواست با ایران ارتباط برقرار کنه که اینا قصه ها رو درست کردن. روابط ما رو با آلمان با میکونوس خراب کردن. شاید اون کسی کاری هم انجام بده اما نمیدونه تو پازل نفوذه، نمیدونه اون رئیسش که داره بهش دستور میده این عملیات باید انجام بشه نفوذیه، چه بسا تصمیم سازی میکنن. نمیدونن اون مشاورینی که به اون رئیسه چه بسا دارن براش طراحی میکنن تصمیم سازی میکنن. برداشتن موشک انداز، برداشتن بردن خمپاره، برداشتن بردن بندر آنتروپ، هی میخواستن خراب کنن. مستحضرید؟ اینم اسرائیل دنبال اینه. مثلا به محض اینکه پای توریستا تو کشور ما زیاد باز میشه، خب شروع کردن اومدن، یا شما میبینید اسیدپاشی صورت میگیره تو اصفهان، چرا تو تهران نه؟ بعد انداختن گردن چی؟ گردن بچهای مذهبی. این کار اسرائیلیه، چون دیدن این توریستا میان توی ایران، میرن تو صفحه فیسبوکشون میگن آقا یه عمر به ما دروغ گفتن. خب برای اینکه این کار بکنه کجا باید انتخاب بشه؟ اصفهان. اگه اسیدپاشی بود تهران، تیپ تهرانیا بدتر یا مثلا اصفهانیا. مستحضری؟ اسیدپاشی اسرائیلی بود. اینا این کار رو انجام میدن. هر جا دیدید یه کاری داره صورت میگیره که چهره کریه از انقلاب صادر بشه. میگم دیگه شما خود دارشوره رو بکشی، عادی بکش. چرا تیکه تیکش میکنی؟